السلام علیکم. همین یک سوال: شهرام نام از نگاه شریعت درست است یا نه؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شهرام به معنای شه یعنی شاه. شاه یعنی این الله تعالی است. شاهی حقیقی، ملک این الله سبحانه و تعالی است. برای آنکه دیگر شاه ها پیش از شاه شدنشان شاه نبودند و وقتی که از وظیفه میرن یا کشته میشن یا عموما از وظیفه رانده میشوند، دیگر صفت شاهی از آنها میرد و آنها شاههای ناقص هستند، آنها به همه کار قادر نیستند. بنابراین شاهی حقیقی الله سبحانه و تعالی است. رام یعنی اطاعتکار، آن بنده ای که به الله تعالی اطاعت میکند، یعنی این معنای کلمه شهرام است. اما از نگاه شریعت آیا درست است یا نه؟ این نام مکروه است، برای آنکه علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه در کتاب تسمیة المولود گفتند که از بین نصوص سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، از فرمانهای پیامبر صلی الله علیه وسلم و منکرده های پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین برمی آید که در موافق شریعت بودن نام باید دو شرط رعایت کرده شود. شرط اول این است که نام باید به زبان عربی باشد، مانند عبدالله، عبدالرحمن، محمد، احمد، قاسم. و شرط دوم این است که مبنا و معنای نام درست باشد. مبنا یعنی خود کلمه و اینچنین معنای اون لفظش هم و معناش هم به شریعت ضدیتی نداشته باشد. و در اسم شهرام فقط زبان عربی نبودنش، شرط زبان عربی نبودنش دیده نمیشد. این نام ها حرام نیست ولی مکروه است. اگر برای فرزندتان این نام را گذاشتنی باشید نگذارید، برای اینکه نام طبق شریعت نیست، نام باید به زبان عربی باشد. اگر گذاشته شده باشید یعنی تغییر دادنش مستحب است، حتمی و ضروری نیست. الله اعلم.